تصور کن یه هیولای آهنی توی آسمون، یه بمب افکن که قراره همه رو بترسونه. بیتو اسپریت، معروف به شبح. آمریکا این پرنده رو با افتخار نشون میده و میگه هیچ کس نمیتونه ببینتش و هیچ کس هم نمیتونه بزنتش. اما صبر کن، آیا واقعاً این یه غول ترسناکه یا فقط یه بلوف بزرگه؟ یا با هم نقاب از صورتش برداریم و ببینیم تو سناریوی رو در روی با ایران این به اصطلاح شبح چقدر شکننده است. بیتو با طراحی عجیبش و مواد سازنده‌ای که رادار رو دور میزنه فکر میکنه میتونه از همه چیز قصر در بره، اما ایران هم دست رو دست نذاشته. سامانه‌های S300 شاید حتی S400 و رادارهایی مثل ان-رزونانس که برای شکار رادارگریزها ساخته شدن آمادن تا این شبح رو توی آسمون گیر بندازن. حتی طی سالیان گذشته رادار قدیر ایرانی هم چندین بار این بمب افکن رو رصد کرده. پس فقط یه لحظه غفلت کافیه که این پرنده چند میلیارد دلاری رو از شبح به شکار تبدیل کنه. هر فروند بیتو بیش از 2 میلیارد دلار قیمت داره. حالا اگر ایران یکیشونو بزنه چی؟ فقط پولش نیست که دود میشه، نگهداری این پرنده هم مثل یه چاه ویله. هر ساعت پروازش تا امروز میلیون ها دلار خرج روی دوش آمریکا گذاشته. یه ضربه به بیتو یعنی یه فاجعه اقتصادی که بودجه نظامیشون رو به لرزه در میاره. فکر کن یه بیتو توی خاک ایران سقوط کنه. فقط بحث پول نیست، این یه زلزله تبلیغاتیه. ایران اینو توی بوق و کرنا میکنه، عکسای لاشش رو پخش میکنه و افسانه شکست ناپذیری آمریکا ترک برمیداره. این دیگه یه شکست نظامی نیست، یه تحقیر جهانیه که روحیه آمریکا رو نابود میکنه. بیتو با اون هیکل گندش سرعتش زیر سرعت صوته، یعنی 600 مایل در ساعت، یعنی تو موقعیت‌های حساس لاک پشت به نظر میرسه. تازه طراحی دهه 1980ش هم دیگه داره نفس میزنه و خیلی پیر شده، به طوری که هر پروازش هم کلی تعمیر و نگهداری میخواد. بیتو انقدر پیر شده که در سال 2009 یک فروند از اون به ارزش 2 میلیارد دلار به دلیل نقص در سیستم‌های پروازی اصلا سقوط کرد. حالا هم که تعدادشون کمتر از 20 فروند هست و هر فروند پول یک ناو هواپیما بر رو داره، بیشتر به یک هدف در تیررس شبیه هستن تا یک شبح ترسناک. ایران فقط لازم نیست به توانایی راداری اکتفا کنه، سامانه‌های جنگ الکترونیک هم داره که میتونه سیگنال‌های بیتو رو مختل کنه یا حتی فلجش کنه. اینطوری این شبح که فکر میکنه دیده نمیشه، تو دام این سیستم‌ها مثل یه پرنده بی‌پر گیر میافته. میگید امکان نداره؟ جالبه بدونید تکنولوژی رادارگریزی بیتو از تکنولوژی RQ 170 که سیستم‌های پدافندی ایران ساقط کرده عقب‌تره. بیتو شاید توی داستان‌های هالیوود شکست ناپذیر باشه، اما توی دنیای واقعی، توی آسمون ایران یک غول کاغذی. رادارهای پیشرفته، هزینه‌های نجومی، فاجعه تبلیغاتی سقوط، محدودیت‌های کهنش و جنگ الکترونیک ایران همه با هم دست به دست هم میدن تا این شبح رو به زانو در بیارن. دفعه بعد که آمریکا از این پرنده حرف زد فقط بخند و بپرس شبح یا شکار بعدی ایران.